سلام. من یه جلسه راجع به این که در واقع این که میگفتم بعضی از مردها به زنها سخت میگیرن راجع به مسائل در واقع ظاهرشون و بعد ظاهر و اینا، راجع به کتاب روانشناسی زیستی سال 2013 صحبت کردم و اینا. میخوام اینو بگم که اصلا این که بگیم اون فرد به زن اهمیت میده و نمیده و این بحثا رو بذاریم کنار. میخوایم خیلی ساده تر صحبت کنیم. میخوایم بگیم که اصلا ما یه چیز رو همیشه یادمون میره تو این بحثا. بحث وجود غرایز هست در انسان و سایر موجودات، مخصوصا انسان. غریزه همیشه در انسان هست، خواهد بود و هیچ وقت نمیشه اونو فراموش کرد. من فقط یه کد میدم به بعضی از آدما، نیم با واژه‌های مزخرف جلوی بعضی چیزا رو بگیرم. من یه کد میدم. شما فکر کنید که تا الان در طول زندگیتون چند تا آدم رو دیدید، چه آقایون چه خانوما، و چه چیزهایی در ذهنتون نسبت به اونها در ذهنتون گذشته. همین. و خودتون به خودتون بگید و راست بگید. جلوی دیگران که نمیشه راستشو گفت، ولی به خودتون راست بگید. متوجه همه چیز راجع به مسئله حرمت روابط در بین زنها و مردها خواهید شد. تمام شد رفت.